روسکومنادزور که دوره دولتی روسیه دسترسی به سامانه روسی پیام نت یک سامانه مربوط به اپوزیسیون توجیک را در قلمرو روسیه مسدود کرده است. در این باره روز 14 سپتامبر سال 2023 پایگاه روسکوم سوابودا که سامانه های از جانب مقامات روسیه مسدود شده را پیگیری و رویخط میکند خبر داده است. بنا به اطلاع روسکوم سوابودا دو مقاله پیام از جانب مقامات روسیه تحت سانسوری حربی قرار گرفته است. هر دو مطلب به جنگ روسیه به ضد اوکراین ربط گرفته. یکیش درباره احتمال اعلان موج نو موبیلیزاسیون در روسیه است و دومی پیرامون سخنرانی محیدین کبیری رهبر حزب فعلا در تاجیکستان و روسیه ممنوع نهضت اسلامی و ائتلاف نیروهای اپوزیسیون توجیک با نام پیمان ملی تاجیکستان که فعالیت آن هم در تاجیکستان ممنوع شده است، در یک انجمن رهبران اپوزیسیون روسیه و پشتیبانش از اوکراین در این سخنرانی کبیری ماه نوامبر سال 2022 در انجمن مخالفان رژیم پوتین اشتراک و سخنرانی کرده بود، ولی مقامات پیام درباره احتمال اعلان موج نو موبیلیزاسیون در روسیه تازه چند روز پیش چاپ شده بود. نشان یا لینک هر دو مقاله در روسیه مسدود شده پیام در روی خط سامانه‌های در روسیه مسدود شده در پایگاه‌های روسکوم سوابودا روز 12 سپتامبر سال 2023 اعلام کرده شده است. سامانه خبری تحلیلی پیام که قرارگاهش در قلمرو اتحاد اروپا است، اساساً در موضوعات تاجیکستان و بیشتر از نگاه انتقادی نسبت به رهبران کنونی این کشور مقاله نشر میکند، ولی این سامانه مسائل بین المللی از جمله جنگ اوکراین را نیز پیگیری و انعکاس میکند. سامانه پیام را به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ربط میدهند. رهبران این حزب بعد منع فعالیتش در تاجیکستان در سال 2015 به اروپا پناه برده فعالیت این حزب را نیز به اروپا کوچانیدند. روسیه تا امروز از بین کشورهای دنیا یگانه کشور است که در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از موقع حکومت تاجیکستان پشتیبانی کرد و ماه سپتامبر سال 2022 فعالیت حزب نهضت را در قلمرو روسیه نیز منع کرد. مقامات روسیه به ویژه بعد آغاز جنگ اوکراین سامانه‌های اینترنتی را به صورت عمومی بسته ایستادند. سامانه‌ها را در روسیه می توانند برای انتقاد از جنگ این کشور به ضد اوکراین و حتی برای استفاده واژه جنگ در رابطه با زدوخوردهای مسلحانه در خاک اوکراین می توانند ببندند. مقامات روسیه با اصرار از رسانه‌ها طلب دارند که جنگ ضد اوکراین را طوری که کرمل می خواهد عملیات حربی مخصوص بنامند، نه جنگ. بنا به حساب‌های روسکوم سوابودا تا امروز در روسیه بیش از 1.5 میلیون سامانه مسدود کرده شده است، اکثرش برای موقعی از نظر مسکو نادرست نسبت به جنگ ضد اوکراین.